سلام دوستان عزیز. خیلی خوش آمدید به پارت اول رزیدنت ایویل ریمیک. از همین نگاه شدم بگم که بازی حالت زیرنویس فارسیه. قطعا این زیرنویس فارسی بودنش کلی به ما کمک میکنه. یه بازی جدیده بزنن رو حالت کمکی میذارم به خاطر اینکه گیم پلی‌ها زودتر تموم بشه و دقیق‌تر تموم بشه. خودیا بریم برای شروع این بازی. Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero impío, arrastrado por la lujuria y el pecado, y acógelo en el paraíso y en tu seno inmaculado. Oh Señor, pasivo y misericordioso, muéstrale a esta pecadora el camino de tu reino. خود مریضی که فرقه داره همه رو قربانی میکنه. چی کارش فهمیدین؟ September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others سریس که خدا بود اصلا. weren't so lucky. I was asked later to join a top-secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second. This time, it can be different. It has to. واقعا دردناک بود. واقعا رزیدنت ایویل تو که نظیر بود سانند ریمیک رزیدنت ایویل دو واقعا عالی بود. So tell me, Yankee, خیلی آمدیم به why did you اسپانیا come to فکر this کنم. horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure you boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. این کوهنوردا فکر کنم هم یکیشون همون بود که اول بازی کشتنش. همون. بعد این یه سوالی که سلمان داری که این پلیس که میدونست که اینا این مشاهدم روانی هم چرا پاشون رفت تو دقیقا دل یک I'll be right کرده. back. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? نگاهی نیست. Vaya sitio más tétrico. باید ترسناکیه وقتی میدانی که جایی مشاهدم روانیه دکونت میخواد. اگه نهی؟ این قضیه چیه؟ یه کسی هم اونجاست. یه اصلا از این مجسمه معلومه اونجا چه خبره. اینگاه علاقی هم که این فرقه داره هر کی میگیره سریعا اونو یه جوری میکشش دیگه. براش مهم انسان حیوان خودشانن، فقط قربانی کردن دوست دارن. چی که فهمیدم یعنی چی ازشان معلومه. داره He سیگارش sure is میکشه. taking his time. آخرای عمرته برو یه سیکاری بکش تا Maybe you better go Yes, and take a look. Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. بگیرنت یه
پارکینگی به نشان میدن که 2 تا پارکینگ بزنه و بارش اون در الان گرفتنش پول پارکینگ هم میفهمم. خیلی به رامون ادامه میدیم. How far could he have gone? جواز نگاه کنید کشتن اینو چند تا چم هم گذاشتن کنارش برای قشنگی. مثلا این ما خدمت گذاریم و قربانی میکنیم. برای یه مش کسخور جمع شدن توی دوستا عقب مانده هم بسم سدلر. Anyone home? کسی خونه نیست. چرا اولا کسی هست. یه ترس میپوش نوشته به قضاوت نزدیک هست. خدا اینا هم همیشه منتظرن یه نفر بیاد کیرش بذاره توی جام بره. خیلی دارم سواره هر فرقه فکر کنیم. خیلی احترام بکن. دروا بکنیم ببینیم کیه تو پیافر رو نگاه. Sorry to barge in like this. Busco a un policía. Vino aquí? نه این واکی نیه. اینا میاد بشد میگه چه خبره. تو دقت کنین آوارش هم جوری رفتار میکنه که انگار نه انگار که اینه دیده. انگار تبر رو میاره بالا. بازی نسخه اورجینال میتونستیم خودمون بکشیمش ولی اینجا لیان یه بار میزنستش. گردنش از پشت شکست. صدای پلیس هم اومد. راستن فیلم پلیس ها. دو چی خیلی اوارگیم برای من خیلی غیر منطقی بود. بعد دقت بکنید وقتی که ما اینه کشتیم تازه صدای اون پلیسگاه آمد. خب پلیس به قول خیلی پلیسی صدای اون که اومد الان میگه فهمیدی هیچ کی نیست که اینه کشته باشه. چطور یعنی کی اینه کشته بعد صداش یهو اومده. اصلا این وقتا غیر منطقی پیش میره قضیه. اصلا معلوم چی نوشته رو استخوان و Hey! خب اینجا هم اینا کشتنش. یه خدای پلیس قدیمی هم هستن. یعنی مثلا I read you. چیزی نیست دارم پول پارکینگ رو باش حساب میکنن. چیزی نیست بردم باش حساب کنم. یه اومدیم پیش این موش کسخو مستور. آخه خب باید دومین دلیل برای منم که خیلی غیر منطقیه. اینجا مثلا مأموریت مانم نوشته. چی برای بنده خیلی غیر منطقیه. یه چی دیگه هم جزو غیر منطقی ها هست. یعنی یه کشور متوجه نشده که یه مش آدم یه جور عجیب غریبی رفتار میکنن. هر کی میره توی این روستا گم میشه. خیلی زایه است که اینا رو منطق عمل نکردن. دومین چی اینه که چرا یه دختر یه رئیس جمهور یه کشور اونم آمریکا دزدیده میشه بعد یارو یه مأمور رو میده با یه کرت و با یه چاقو بازونن. اصلا چه بگم والا اصلا غیر منطقیه. ولی خب اون بازیه دیگه. رزیدنت ایول شاید یه کوچولو غیر منطقی داشته باشه ولی به نظر من بازم با این حساب بهترین سایپاره. بخواب زمین یه خود تفقه آفیت فهمید. این یارو گنادو خیلی اوضاعش خرابه. اون یارو گنادوه دیگه هم یکی ایتایه. خود یه رمانه بریم.
سیاه و سبز. خود یه درب ملیان میام شما کنه باشش یارو اشلی از کنم خودشه. Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? The President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Ama mora bırak. Gotta go. Talk later. Sıkıyor for oturup. Let myself out. سه شانس آورد رفای اینا سرش آورده بودن پایین. پیروفر رو نگاه تو رو بخورم. یعنی آجه لیون گوشانس در دیدید به من بگید عاطفه کن بعد از اون راکون سیتیون مستریکس لعنتی که هر میرفتی یه دونه میزد به بعد یهو بیای بیفتی توی روستا و یه اون شدن دیوانه میمانه اصلا. جالبه یه ضربه بعدی که من خوردم حالا شاید بگید که چه بوده دارش مرکز. یه ضربه بعدی که من خوردم خدا وکیلی الان ذخیره بازی براتون بزنم. این فصل 13 بود. خب بچه ها فصل 13 رو رفتم بعد رفتم نگاه کردم دیدم که اصلا صداش افتضاح میاد. یعنی 13 فصل دادم رو هوا همینطور رفت. بار اول شروع کردم ولی نداره دیگه اتفاق دیگه پیش میاد. شاید بگین خیلی شیطم ولی خب اشکارش کنیم دیگه اتفاق دیگه دست ما نیست. ویدیو در قالب معمولا 20 یا الی 25 دقیقه است. من دقیق جواب تمام سیوه شد. لینگش نگاه کنید. لینگش نگاه رو باید اون داره تا اگه تو فرایی چلی بده میتالای خیلی چیلی یا کی هم تو اچی ترست تو رو میز خود خدا کستسی کردم نارنجک فرش. اما ماشالله کسایی که شاید ویدیو بینن من قطعا بازش هم بهتره ولی نبیدنید نارنجک فرش تو قلعه سالازار خیلی به کار میاد مثلا برای کشتن گالادور و هیروموزداز تخمی. دارم با پلیس پول پارکینگ حساب میکنن دوستان. دستقاراش کردن. خب الان بچه عقل خوب چی میگه؟ میگه راه را برو به صورت مخفی کاری. خب آره اونجایی که ما سرمان از عقل نمیشه میریم تو شانده. Here we go. مثل موسیم باکنه باکنه ما شد کرده اول هم میزنی تو پاشم چه فیلم مردش بوده هم میگه
پاشم راهی که بتونید بدون کمترین مهماتی عمل بکشید قطعا همین حرکته. بزنید تو پاش خدا رو منه دکتر سالوادر آمد. دکتر سالوادر خطر. دکتر سالوادر بچه با سالوادر سر نکنیم. دامن آقای خالی داشتن فکر می‌کنیم دامن پیروزانه نداشتیم به سالوادر برسن. بابا برو مان بکنید اون ناقوس رو بخوره دیگه. چه باقی تخمی بود بهش. Sin boca. یک گنابوها تا آخر عمرشان شیطن ها. تا زمانی که سلم نمیره اینا همینجوری دیوانه میوانه. Lord Sadler Todopoderoso. سدلر اینو گنادو اصلا فکر نکنم تو گیم باشه. تو همین سن نبود کنم. خوشی نمیدانم یا قدیم سنمان پایین بود یا واقعا سکانس تو اورجینال یه ترس دیگه ای داشت. مثلا دقت کن این سکانس ریمیک دقت کن کسی که اورجینال رو بازی کرده باشن میفهمن که سکانسش Where's everyone going? Bingo? این سکانس تو رزیدنت ایویل اورجینال میرفت تو بالا صفحه میده رزیدنت ایویل چقدر ترسناک بود روزانه. نمیدونم یا واقعا خیلی ترسناک بود یا موقع برای ما انقدر ترس داشت الان عادی شده نمیدونم واقعا. Bruce to Condor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. آسیا باری خداحافظ آشیانه. الان با بریم سمت او مای گاد یا بود الان با بریم سمت دریاچه. There it is. بریم سمت دریاچه و آسیا بادی اینه. خدا گو اکبر درده بذار هیستان و زهر ما وی خدا شادگانگه یادم رفت بیارمش. وی میگم این چیزی یادم رفت خدا خیر نامده یادم رفت بیارمش. شادگانگه یادم رفت بیارم مکننم تو بیمه شادخانم پیدا کردم ولی چه فایده دیگه الان نمیخوره. شادخان فقط برای این سالوادر لعنتی باید بزنی ورنه اون گاوه یادی نداره. سلام بعد قبلا این ازمن وای سنت باوری بریسی کنی. God damn. خودم ای خدا لگدش میزنی یا میرن عقب. باورم
نظر بهتر ما رفع زحمت کنیم دوستایان. نه رباط خودش گو خوردم. برو ما میکنی اینجا خوب بره. داشتم انجام بدیم داره بریم دیگران وای بسیم با اینا درگیری بی خودی کنیم. آخر من نمیشه اینه بریم تو دیگه گیاگرم بگیریم و سیو گناهده با او گردنش شکسته برو بید بینیش خود خانواده کنی گردنت شکسته حنوان ورد کنه من نیستی برای گفت عریف هربین برو دیگه گاوا کشتن سه خدا اینی بشه تو بگاه خود خانواده کنی راشی آمده خدش اومد خواهن خیلی حال کردیم که هم که قولش کنیم اونو که دیگه خدا داده دیگه ما نمیخوایم بزنیم. من به کوچیک آمد دست ما همی آورده دوتا خوبی داریم. این تازه اول روستاست لوت ما خوبه وقتی بیم تو قلعه اصلا نامستق هرچه لوت کنی اصلا نیزه داره. وکیلاجی واقعا ریمیک یه سری خوبیا دارن. مثلا اورجینال با دکمه میزنی تا یه جایی تا خالی بده. دارم میزنی پیره دارم ای دوری یکشون هی داری چی میندازه ای بالستی رو اسم چاقومانم دمیجه دیگه برای پارت اولش همین قد فکر کنم کافی باشه. دم دانگرم اگه شدی لایک بکنین تا پارتای بعد.